طنین تختخ لنگ کفش در خیابان. کفش زنانه غول‌پیکری در خیابان‌های شهر در حال عبوره و خیلی از گوشی به دستان رو وادار میکنه که دوربین‌هاشون رو به کار بیندازن و در فضای مجازی اون رو به اشتراک بگذارن. سرمایه من تو این جعبه سر تهش رو بزنی فکر کنم 20,000 تومان تا 30,000 تومانه، اما خب تونستم این ماشین رو درست کنم. ماشینش ماکسیما نیست اما لقبش واکسیماست. علی حسنخانی معروف علی ماکسیما. به ذهنم رسید که ایده واکس تلفنی ابداع کنم. یه دوچرخه ساختم، 2 تا چرخ جلو، یه چرخ عقب. بعد به ذهنم رسید که یه ماشین شبیه کفش درست کنم، کفش مردونه. بعد یه ماشینی به شکل کفش زنونه رو که الان می‌بینید ابداع کردم. نرد نجار رفتم، نرد جوشکار رفتم. به هر حال اینا مشتری هم کفششون رو واکس می‌زنم. از هر کدومش یه چیزی یاد گرفتم که تونستم این وسیله رو بسازم. پلیس به چیزی نمیگه؟ تا الان که پلیسا منو تشویق کردن و اولین نفر خود پلیسا میشن تو ماشین من عکس میگیرن. از اینکه پشت ماشینت میشن ناراحت نمیشی؟ نه، خوشحالم میشم. من یه وسیله ساختم که مردم لذت ببرن. خیلی مردم منو میبینن میگن که آقا این ماشین چپ نمیکنه. من سریع میرم بالا وای میستم میگم فکر همه جاشو گردم ببین هیچ چی نمیشه. و صحبتی با جوانان. من معامله یه واکسی که از 0 کیلومتر شروع کردم واکس زدم. میخوام جوونا منو ببینن، اگه ایده‌ای دارن حتما اجراش کنن. اما فضای مجازی با همه حاشیه‌هاش برای علی آقای ما هم نون داشته و هم معروفیت.